خب اینجا ما یه سرو درایو 4 کیلووات تکو داریم. مشکل از آی جی بی تی بود که خب مشکلش هم رفع شده و الان آماده ارساله. فقط دوستان کنار سرو درایوتون موتورش هم بهتره که بفرستین، هم موتورتون تست بشه و هم فیلم تست رو براتون بگیریم و تستش کامل انجام بشه. اینجا ما 2 تا وی 20 داریم، کاربری پمپ و فن سبک کارن در واقع این درایو وی 20. و یه نکته هم بگم دوستان، اینجا ما یه درایو دانفوس VLT 2800 داریم. شما میتونین اگه مشکلی آلارمی داشتین به ما زنگ بزنین، ما سعی میکنیم از پشت تلفن مشکل شما رو رفع کنیم. یا نه نیروی فنی هم نداشتین، نیروی فنی خودمون میان اونجا، اگر مشکلتون رفع شد که شد، نشد درایو رو برمیدارم میارم برای تعمیر. و این هم درایو لنز. خب دوستان یک سواله، این درایو وی 20 و این هم درایو وی 20، چرا اینا ظاهرشون با هم فرق میکنه؟ این پایین برام بنویس.